28 دکبر سال 2021 با تشبث رهبریت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بخشیده به سال نو 2022 در شفت بنای این وزارت یارمارکه محصولات خوراکه برای کارمندان مقامات داخلی دایر کرده شد. در این یارمارکه محصولات غذایی از قبیل گوشت و برنج، روغن و شکر، تخم و آرد، کارتوشک و پیاز، نوع‌های گوناگون میوه و دیگر محصولات نیاز مردم نسبت به بازار و مرکزهای سودا 30% ارزانتر پیشکش خریداران کرده شد. پادپالکوونیک محبوبه گل، مسئول سامانه وزارت کارهای داخله خبر داد که تمام این محصولات خوراکه از حساب خواجگی‌های یاری رسان پیشنهاد گردیده تحفه خوبی بخشیده به سال نو 2022 به شمار می رود. در عرفه عید و جشن‌های دیگر نیز راهبران وزارت کارهای داخله برای کارمندان میلیسیا چنین یارمارکه ها با نرخ‌های نسبت به بازار ارزانتر تشکیل می کنند. محبوبه گل این را شهادت از دستگیری و غمخواری نسبت به کارمندان میلیسیا نامیده است.